عیسی و شاگردانش به جای رفتند که گتسیمانی نام داشت و او با آنها گفت شما در همین جا باشید، من در آن طرفتر دعا می کنم. وی همراهش پتروس و دو پسر زبدای را برد. غم و اندوهش سخت شدت می یافت و او با آنها گفت از شدت غم و غصه جانم به لب رسیده است. اینجا بمانید و همراه من بیدار باشید. این را گفته عیسی کمی دورتر رفت و خود را بر روی زمین پرتافته دعا کرد. ای پدر، اگر علاج باشد بگذار این کاسه عذاب از سر من دور شود، اما بگذار نخواست من بلکه خواست تو اجرا شود. بعد او به نزد آن سه شاگردش برگشت دید که آنها خوابیدند. او از پتروس پرسید اقلاً 1 ساعت همراه من بیدار ایستاده نتوانستید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا که به وسوسه نیفتید، چون که روح تیار اما جسم ناتوان است. بار دیگر وی کمی دورتر رفته دعا کرد. پدر جانم، اگر غیر از کاسه عذاب را نوشیدن برایم دیگر علاج نباشد، پس بگذار اراده تو اجرا شود. بعد برگشته آنها را باز در خواب دید، چون که آنها حتی چشمانشان را گشاده نمی توانستند. بار سیوم وی آنها را مانده رفت و عیناً مثل پیشتر دعا کرد. سپس نزد شاگردانش برگشته با آنها گفت شما هنوز خواب رفته استراحت میکنید. وقت و ساعت آن هم رسید که پسر آدمیزاد به دست گناهکاران تسلیم کرده شود. برخیزید، برویم. نگاه کنید، آن کسی که به من خیانت میکند نزدیک آمد.